وزن تا 90 کیلوگرم. خب شادمان رضایف بعد از بازگشت همکنون بر مقابل میزبان مسابقه هنرنمایی میکند. شادمان رضایف کبوتپوش است. گیورگی جبنیاشویلی از گرجستان با جودوگی سفید مرحله اولی رقابت‌ها در وزن تا 90 کیلوگرم. اولین پایزنی از جانب جبنیاشویلی و شادمان میخواست و اصولی تمای نگیر استفاده برای که موفق شده نتوانست. برای همگان معلوم است که شادمان قبلا در وزن تا 81 کیلوگرم هنرنمایی میکرد و اکنون میخواهد که وزن 90 کیلوگرم را کار کند. از این بعد و چگونه عمل کرد اینجا وزنی را اینجا جبنیاشویلی و دست می‌دارد و در حالت استحکامی پهلوان ما را نگاه می‌دارد. چرا این گونه موقعیت را از دست داد شادمان؟ از حد زیاد نزدیک رفت به حریف و همین خاطر جبنیاشویلی توانست که پرتاب انجام بدهد. در اول امتیاز وزری را به دست آورد میزبان مسابقه و بعدا با حالت در زمین نگاه داشتن امتیاز را کامل کرد ایپان و همین طور رمزالدین سعیدов از ازبکستان گیورگی جبنیاشویلی از مرحله اول شکست می‌خورد که از شادمان امیدواری ها زیاد بود. خب همین طور انتون سویتسکی یکی از پهلوانان با تجربه پهلوان 29 ساله اوکراین بر مقابل محسن مالایف از تاجیکستان پهلوان 20 ساله نیروسنجی میکند. محسن مالایف با جودوگی کبوت است. حریفش با جودوگی سفید از اوکراین. این مرحله دوم رقابت‌ها در وزن تا 100 کیلوگرم است. هر دو هم در دور اول آزاد بودند. خب متوجه میشویم که پهلوان ما چگونه بر مقابل این حریفش مهارت خود را نشان میدهد. خب در اولین رسش ها اینجا از حمله رقیب خود را کنار میگیرد محسن مالایف. داور هم شیدای اول را با او داد. در گرندسلم تفلیس آخرین نفر از پهلوانان تاجیکستان است که همین حالا روی میدان برآمد. دیگر پهلوانان ما با گرفتن نتیجه ارزنده مشرف نشدند. شیدای دوم با محسن مالایف. دیگر باید اکنون با فشار گذارد با هجوم گذارد پهلوانی ما چون کمفالی او را شیدای سیوم تهدید میکند. همین داشته ایستادن هم خطر دارد. اگر داور به هر دو شیدا دهد پس پهلوانی ما را خارج میکنند و همین خاطر وقتی خپید باید حرکت کنند. حداقل برای امتیاز پان. این پیشگویی شونده هم بود که انتون سویتسکی بسیار تجربه عالی دارد و پهلوانی ما را هم از این مرحله ناکام ساخت. ما با گلیم دیگر توجه میکنیم دوستان عزیز.